دیدین وقتی توی آیفون توی سافاری یا گوگل میریم و یه آهنگی دانلود می‌کنیم نمی‌دونیم کجا میره، هم بهت میگم کجا میره، هم بهت میگم چجوری میتونی برای کسی بفرستی و کجا اصلا خودت تنظیمش کنی. به جلو بهت بگم. خب تو سافاری که یه آهنگی خوایم دانلود کنیم، وقتی دانلود رو میزنیم، گزینه دانلود، این قسمت دانلود میشه. روش که بزنیم، گزینه دانلود رو بزنیم، روبرو اون آهنگ این علامت رو میزنیم، وارد فایل آیفون میشه. خب حالا اگه برگردیم میتونیم مسیرش رو پیدا کنیم. حالا برای اینکه بتونیم اون جایی که خودمون میخوایم خودمون دانلودش بکنیم بذاریمش، توی ستینگ میایم پایین تا برسیم به سافاری. سافاری انتخاب میکنیم، میایم پایین قسمت دانلود رو میزنیم، آدر رو که بزنیم هر جایی که خودمون دوست داریم با اون اسم مد نظر خودمون میتونیم بسازیم و همیشه آهنگامون اونجا دانلود بشه. حالا تا اینجا که اومدیم برمیگردیم برای که بتونیم اون آهنگ رو برای کسی بفرستیم بهتون یاد بدم.